سب چیزی ترسیدی؟ عشق ورزی که دزدی شد کس از آواز خودش هم میترسید است. یگان چیز بخور؟ من حاضر خوردن نمیخواهم. اوچم بیاید بعد. چرا اوچم اینقدر دیر کرد در روز زاد و روز خود؟ گذراندیم. شوهر و دخترچه ما را خیلی باز انتظار شده است. خیر چی؟ زن و پسرچه من هم شاید مرا انتظار شده است. برای همین هم باید از این برویم. هر مرد و زن دیر یا زود باید به خانه خودش برگرد. دکتر رو دعوت کرده بودید؟ ها. کنی بیمار و حاضر میبینیم. کنی دهانت رو کشا. آگه بالا نگاه کن. هیچ گپ نیست. کنی یک گوش کنیم چی؟ انا چقور چقور نفس کش. اکنون نفس نکش. بسیار خوب. شوشش تازه. حاضر حرارتش رو میسنجیم. شوهرت؟ انا همینطور. نمیتوبت کن؟ یعنی رفته است. از زنهای خود میگریختگی شدند مردها. از چی باشد؟ انا این دارو برای خودت. گیر برای آرام کردن عصبت. عصبت بسیار خراب شده است. ولی راستی گپ رو گویم. یگان دارو زن رو آرام کردن نمیتواند. مثل دارویی که مرد نام دارد. شوهر. سلامت باشتان، صحت شویتان.
لحظه ها. خواهی خدا در گفتن دادن را من به اومدن تو قبل میکنم. دخترم تو خودت در خانه سینه میترسی؟ اینجا بودنی تو شرط. اگر مادرت تلفن کند یا در آمده ماند با من خبر میرسانی. هم باشم از کوچه به تو تست زنگ میزنم. مایلش؟ همسایه؟ تینجی؟ تینجی؟ کجا تینجی؟ نمیبینید جان به جبار سپرید بیچاره. این شب به خانه آوردیم که میهمان شود. اوچه جان من اکنون به تو چکار میکنم؟ اوچه جان خدا هیچ کس را به اوچه نکنه. اوچم ناومد از داده.
میدونی کی آورد؟ شوهرم آورد. خرچی؟ چی عجیبات است در این؟ اگر زنی خودت با شوهر من بیرونی شهر می رفتند پس خودت می آمدی به خبرگیری زند. آنها باید می آمدن. باید می آمدن. دیگر چی لاش هم داشتن بغیر از آمدن به اینجا؟ شاید به تقدیرشان تن دادن آنها. ها؟ خیر زنی تو رو فهمیدن ممکن. وای زن است. زن هرچی به قسمتش آید دیر یا زود شاید تن دهد. اما شوهر من به هر حال وای مرد است. این مرد هم شاید به تقدیرش تن داده است. شاید عادت کرده است به این خیر کارها. شوهر من عادت کرده است. ها، زیرا من یگان بار نگذاشتم که لقمه حلال تنها از آنی وی باشد یا فقط از آنی وی باشد. نفهمیدم. چه خیل گویم؟ اگر گویم شاید شبهت زیاد شود. اکنون که گفتی تا آخر رسانیدنت لازم. اگر گویم شاید قهرت کند. اکنون که گفتی چه فرق دارد؟ من زن خودم را از وی کشته گرفته بودم. از شوهر من؟ ها. شوخی میکنی؟ مگر در این خیرکارها شوخی کرده می شود؟ با من در این باره نگفته بودی پیشتر. اصلا عادت نداشتم که از کارهای مردانه خودم به کسی حسابات داده باشم. و بعد شاید تأثیری از سر جری پریدن بود یا ضرب گرفتن بود که سر را از زبان خودم فاش کردم. خود از شوهر مرا میشناختی پیشتر؟ ها، میشناختم از نزدیک. همین طور گوی. خرچی؟ این یک کاری مقرری است رخشانه. این خیلی در همه جا شدنش ممکن، وا خوردنش ممکن. و من این چیزهای شنیده را هضم کردن دشوار است. قهر کردم بگو. هرچند بعد از هر چیزی شده قهر کردنم ناجایه یا دیر شده، ولی چیزهای شنیده را هضم کردنم شاید وقت طلب کند. چند روز باز دیگر نامدی به خبرگیری من. کار کردی؟ مرا بعد از 2 روز جواب میدهند. گفتنی که مرا پرتافته رفتنی؟
اینجا مهمانخانه نیست. بعدی از اینجا رفتنت شوهرت میمونده باشد بیایی نزد من. کدام مرد اجازت میدهد؟ خیر نباشد من خودم از اینجا میبرایم و تو را مییابم. باز میرسیم به هم دیگر، میرویم بیرون شهر. آخر از بین وقتی زیاد میگذرد. آدمی به همه چیز تاب میآورد. ولی پیش از رفتن کمی نزدیکتر شیم. از تو سیر شوم. تو که به اوچه‌ات نمیتوانی، همین طور نه؟ من باشم نمیتوانم دیگر با اوچه تو. من اینجا تنها به خاطری تو آمده بودم. رو نزد اوچه‌ات. کاری کردگی همان بودی؟ برای چی آمدی پالاتای من؟ اگر نمی آمدی همه این نمی شد. شدگی کار شد، دیگر اصلاح نمی شود. بعد من و تو هم دیگر اصلاح نشونده ایم. اکنون من چی کار میکنم؟ این قدر واهمه کردی؟ چه خیلی واهمه نکنم بوده است؟ خیر می آیند آنها، دیگر کجا هم می روند؟ چه خیلی می آیند آنها بعد هر چیزی که اینجا شد؟ خیر مایلش، یک بار که دیده و دانسته اینجا آمدم باز می آیند. شوهر تو را نمیدانم با دخترت، ولی زنی من باید پسری مرا گرفته بیارد به اینجا، به نزد من. دیگر کجا هم میرفت وی؟ در این شهر غیری خانه من دیگر سرپناه ندارد. یا میاد اینجا به خبرگیری من، یا در خانه منتظرم می شود. شوهر مرا به خونه‌اش راه ندهد چی؟ چی کار میکنم من؟ مگر که اجاره خانه کوبم برای زندگی من بعده خودم. اجاره خانه؟ این بهتر بودگیست، زیرا من و تو بیرون شهر نمی برایم و برای عشق ورزی امان خیل و جان نمی کابیم.
شیخ خوب، ولی نه در این مسئله، نه حالا. آخر کدام زن نمیخواهد که خانه و دری خودش را داشته باشد؟ دل زنها را در مسئله عشق میفهمی، ولی در مسئله های دیگر سرفهم نمیروی تو. این خطای مردان است. تیار شو میرویم. باز به خبرگیری دادن میرویم. نه، از این خانه و در میرویم و دیگر بار نمیگردیم. تو روزی نه؟ با وجود این میرویم. در این خاندان ایستادن من و تو دشوار است. میفهمی؟ اصلا میبخشید اجاره خونه نداری؟ نه نداری. میبخشید. السلام. میبخشید اجاره خونه نداری؟ نه افسوس نداریم. میبخشید. اجاره میکوبه چه؟ اجاره نداره؟ دارم در بالا چند تا بیاید. بیایید این خانه. مرحمت، اگر کرپا لازم شد غیر پول اجاره مبلغی علاوه میسپارید. بیایید ببینید چقدر تازه و آزاده. اینجا معقول نشد؟ یا اجاره شینی نبی من به تو معقول نیم؟ مگر نغز نه که در یک خانه مرد مجرد در پهلوی زن مجرد. آخر بعضا می شود که به یک سخن مرد و یک نوازش مرد زن زار می شود. آخر ما هم جوان بودیم. به خونه خودمون برمیگرده. ما در این شهر دیگر خانه نداریم.
دادم در این خاندان دیگر ایستاده نمیتواند، بدی هر چیزی که شد اینجا ایستادنی من دشوار میگوید. به دادم اینجا ایستادنی من هم دشوار و چه. این خانه و در رو شوهرم مونده رفته است. شوهر تو بیشک بیکله بود و بیکله ماند. برای همین شده همه چیزی برای دیگران صاحب می شوند و خودش به هیچ می ماند. حالا وقتی شوخی است. زندگی خودش از حسل و شوخی، عشق و خیانت عبارت است. و دیگر هیچ. اکنون دیگر بیرون شهر رفته خیل و جان نمیکابیم برای عشق ورزی هر دویمان. آخر شوهر تو خودش برای ما خیل و جان گذاشته رفته است.
الو سلام رخشانه، این من. زنی من هم رفته است. با شوهر تو نرفته باشد. مصلحت کرده هر دویشان رفتنشان از احتمال دور نیست. دوری هزاری سپم هزار بلا رو دور افکن، به اینجا برکت افکن. آچه؟ چرا در اجاره خونه دیگر نایستاده ما؟ در کدومش؟ همونه که مردک بود با دخترش. اینجا مگر بعد؟ اگر به ترتیب دروریم از وی خونه هم بهتر می شدگیست. گمان میکنم که تو از این اجاره خونه نه، بلکه از این مردک گریختی. آچه گریختی و اما صورتش را آوردی اینجا. از جواب امروز در درس دادم من قانع نگشتم. دوره دانشجویی ما بهترین است. از آن باید ما خوب استفاده بریم. سه کسر دوستی ما سه نفران باید جاویدانه باشد. باید تا روزی باشد که هستیم روی زمین. چی گفتید؟ البته من راضی. دوستی ما باید جاویدانه باشد. حالا که من جوانم، دنیا پر از جوانیست،
آنجا پر از جوانیست. حالا که من جوانم دنیا پر از جوانیست. هر جا که پا گذارم آنجا پر از جوانیست. من رودی نو بهاران پورا بی برف و باران، پورا بی چشم ساران، پورا بی آب شاران. من رودی نو بهاران پورا بی برف و باران، پورا بی چشم ساران، پورا بی آب شاران. ای کاش که بیدانم در تیرم چی ماند از این همه خروش و مستی و شور و دوغی. امروز هم گذشت. تیز گذشت مثل عمر گل. تا میشه میزنیم که دوره دانشجویی هم میگذرد. بله درست. فراموش نکن امروز به تماشای فیلم میرویم. پروا نکن پیش از تو حاضر میشم. دنیا پر از جوانیست. هر جا که پا گذارم آنجا پر از جوانیست. حالا که من جوانم دنیا پر از جوانیست. هر جا که پا گذارم آنجا پر از جوانیست. نیما تو؟ ها من چی انتظار نبودی؟ پیش از اومدنت خبر میدادی؟ از روی ادب مراد خبر نکرده در آمدنش ممکن؟ نعمت مناسبت من و مراد مسئله دیگر. تو اگر دوستی ما باشی این رو باید فهمی. مسئله دیگر؟ همش یک مسئله. مسئله مناسبت با تو؟ نعمت چیزی که بین من و مراد هست چیز دیگر وای از دوستی هم زیادتر. پس چیزی که با مراد است چرا نباشد میانی ما؟ میدونی بعضی چیزهای میشود که آنها از روی خواست دل. اما آنقدر که مراد به تو حق دارد من هم حق دارم. اگر دوستی ما سه نفران جاویدانه باشد پس در محبت هم. محبت تنها به دو نفر دخل دارد. در آن سیومین را زیادتی نامیدند. این خیلش را من قبول کردن نمیتوانم. چیکار میکنی؟ دیوانه. من دیوانه تو؟ که ها باز؟ چرا تو این رو نمیفهمی؟
چرا؟ اقلن یک بوسه. نعمت، من کسی دیگر رو فهمیدم، میخوام تو این رو میفهمی. اقلن یک بوسه. نعمت داد میزنم. نعمت سرده. اقلن یک بوسه. نعمت مراد. زندگی چنون گردش های داشته است که چی واقعا روی داد؟ مدد لازم؟ ای خیر گذشته رفتیم. سلام علیکم. سلام. منم. تو هم پسری نغز و هم دختری نغز. الهی خوشبخت شوید. تشکر. سلامت باشید. سلامت باشید. شبی خوش. شبی خوش.